دیگه چیکار کنم؟ خب رفت. آدم با خودش میگه خب یکی دیگه. کی میشه اون؟ چرا هیچکی نمیاد بمونه؟ کجا میرن؟ اصلا چی میشه که میرن؟ میدونی دردم چیه؟ اینکه تعریفمون از درد فرق داشت تمام این سالها. الان فقط میدونم نیست. الان دیگه کاری از دستم بر نمیاد. من همه جا رو گشتم، اما اون جای دیگه ای بود. من در هوای ابری و بارانی حال تو بودم، من در خیال خام خود در وهم خود مال تو بودم. من رفتنت را از صدای باد و باران ها شنیدم، تو رفته ای و بعد تو از زندگی خیری ندیدم. من درد خود را پیش هر کس پیش نامحرم نگفتم، با این که حرفای زیادی از غریبه ها شنفتم. من زخم خود را بعد تو در چشم مردم وا نکردم، چون مرهمی از هیچ کس در شهر خود پیدا نکردم. اینجا مدام جایی چرا دوریم یه عالمه، من خوابم نمیبره دیگه، خوابم نمیبره. دلم میخواد خندم اما خنده هم پر از غمه، من خوابم نمیبره دیگه، خوابم نمیبره. اینجا بی تو سخت دل من که دوست داشتم نسات از سطح دل من، دل کردی دستامو میپسه دل من، تو الان کجایی تو؟ اینجا بی تو سخت دل من میشه بازم بشینی امشب تو پای حرف دل من، نگو برگشت نداره برگرد دوباره مرگ دل من، تو الان کجایی تو؟ همراهان موزیکینا، شنونده اپیزود 6 از سری پادکست های یوفوریا از لیروی هستیم. امیدوارم لحظات خیلی خوبی رو با این ریمیکس برای خودتون ردم بزنیم و با هم باشه جا بود واسه فرار من و تو، من و تو. اینجا نشد اون دنیا باشه قرار من و تو، من و تو. 4 صبح مطمئنم کل شهر من بیخواب